گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 48م. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و عاموی. بناکاری و معماری. در عصرهای 9 10 کوشک و قصرها، سرای و دکانها، مسجد و مدرسه ها و مقبره های زیاد ساخته شدند. بناکاران از گیل، پاخسه، خشت خام و چوب استفاده می نمودند. از چوب برای ستون و بالارها برای معماری عصر 9 10 کار می گرفتند. خشت پخته کمتر استفاده می شد. در موضع‌های کوهی مصالح اساسی بناکاری سنگ بود. در هنر معماری زمان سامانیان، خصوصا در بناکاری منومنتالی، اصول آرایش خیشچینی نقشین معمول گردید. لوحه‌های گیجکاری نقش هندسی و نباتی داشتند. در این دوره بناهای محتشم به وجود آمدند که از خشت پخته ساخته شدند و این کامیابی مهم در معماری زمان بود. از جمله بناهای محتشم عصرهای 9 10 آرامگاه‌های شخصانی معروف می باشند. آرامگاه اسماعیل سامانی در بخارا، عربتا در تیم، مقبره میر سعید بهرام در کرمینه و آستان بابا در نزدیکی اوزون از جمله آثار معماری این دور به شمار می روند. در شمار یادگاری برجسته معماری این دوره آرامگاه خواجه نخشران، چیل دختران، شعری کبیر نیز شامل می باشند. آرامگاه اسماعیل سامانی آثار بی‌نظیر و به همتای هنری معماری عصر میانگی ماوراءالنهر می باشد. این مقبره مرکب ساخت نبوده یک انشاءات مکعب شکلی بالایش با گنبد پوشیده می باشد که در آخر عصر 9 و اول عصر 10 بنا شده است. مقبره عربتا موافق کتیبه دیوار مقبره سال 977-78 ساخته شده. بینای مکعب شکل گنبد پوش است، ولی فقط از یک طرف درآمدگاه دارد و طرفی درآمدگاه به پیشتاق بلندی محتشم زینت داده شده است که بلندی آن از دیوار بلند بوده، حتی قسم زیاد گنبد را پناه کرده است. در مدت کوتاه جستجوی جدی افکار معماری باعث پیدایش شکل نوی مقبره گردید که آن را مقبره پیشتاقی گنبدی می نامند. کندکاری در چوب نیز جالب دقت بوده. از نمونه های آن می توان محراب مسجدی اسکادر، سرستونهای سنگستان و ستونهای بالا آبی زرفشان را نام برد. محراب اسکادر آثار نادری صنعت بوده
به یگان میخ و یا شیرش ساخته شده سراسر کندکاری داشته و کندکاری از حاشیه‌های کتیبه کوفی، نقش کلان کلان زنجیره و ریزه نقش اسلیمی عبارت می باشد. ستونهای دهه‌های کروت، فتمیو، آبوردان و سرستونهای سنگیستان هم خیلی نظر ربا می باشند. این ستونها نیز موافق عنعنه قدیمی صنعت سعودی آرا داده شده، در آنها عنصرهای نو نیز به نظر می رسد. تجارت و معاملات پول. بزرگترین شهرهای ماوراءالنهر در عصرهای 9-10 مرکزهای تجارت داخلی ولایت‌ها بین ولایت‌ها و بعضاً آنها مرکز تجارت بین کشورها بودند. تجارت نه فقط در چنین مرکزهای سودای و هنرمندی رواج داشت، این چنین در بسیار دهه‌ها و خصوص در جایی که این یا آن کسب و هنر رشد یافته بود روی و ترقی نهاد. سکه های طلا، دینارها در دوره سامانیان خیلی بسیار برآورده می شد، ولی مقدار بیشتری آنها را بیرون از حدود آسیای میانه سکه می زدند. سکه خانه های آسیای میانه گاه گاه دینار می برآوردند. یک جهت این مسئله جالب دقت است که موافق خبر مأخذهای تاریخی این دینارها مثل تنگه دانه دانه کار فرموده نمی شدند، بلکه فقط ارزش وزن آنها به نظر گرفته می شد. واسطه اساسی معاملات پولی در آسیای میانه در عصرهای 9-10 دیرم‌هایی بودند که در مأخذها دیرم‌های خوارزمی، مسیبی، محمدی یا غیطریفی ذکر شدند. درهم اسماعیلی همچون واحد اساسی پول در سراسر قلمرو سامانیان، ماوراءالنهر، خراسان و قسم ایران در گردش بود. درهم اسماعیلی در قیاس با سکه های غیطریفی، مسیبی و محمدی از نقره خالص 92% با نوشتجات نام خلیفه و امیر سامانی همچنین سال و مکان براریش آن ضرب زده می شد. در عصر دهم معاملات درهم‌های اسماعیلی توسط راه بزرگ ابریشم در کشورهای اروپای شرقی و شمالی پهن شده چندین دفینه سکه‌های سامانیان در روسیه، اوکراین، بلاروسیا، پولشا، شویتسیا، فنلاندیا، نروژ، آلمان، انگلیا، ایرلندیا و ایسلندیا پیدا شدند. در ترکیب دفینه‌های اروپا درهم‌های خوتل و رشت نیز هستند که سهم تاجران این منطقه را در سودای بین المللی نشان می‌دهد. در سودای چکنه پول سیاه یا خود فلوس به کار می‌رفت. مقدار معینی فلوس با یک سکه نقره برابر کرده می‌شد، ولی این مقدار در هر جا هر خیل بود. در این دوره روابط تجارتی ماوراءالنهر با شرق و غرب، با مملکت‌های شرق نزدیک، با کوچمنچیان شمال و شرق رونق داشت. انواع مال تجارت که از ماوراءالنهر صادر میشد نیز خیلی زیاد شد. بیشتر مال‌های به فروش میرفت که برای استفاده مردم و احتیاج همه روزه‌شان ضرور بودند. راه کاروانگذر از شرق نزدیک و خطای از ماوراءالنهر میگذشت. این راه از کشورهای ساحل بحر میانه زمین آغاز شده از بغداد، همدان، نشاپور، مرو، آمول گذشته به بخارا می آمد و از آنجا ادامه یافته از سمرقند گذشته تیراز، بلساغون، سویاب و ساحل جنوبی استقلال را پیموده به مغولستان و از آنجا به خطای وارد می شد. بخارا مرکز دولت سامانیان.
رشد تجارت در قلمرو سامانیان باعث آبادی و رونق شهرها از جمله پایتخت دولت سامانیان بخارا گردید. حیات اقتصادی و سیاسی شهر بیش از بیش در شهرستان بخارا گرد می آمد. می نگارد باباجان غفوروف و ادامه می دهد که در آنجا بازار و گذرهای نو به نو بنیاد می گردیدند. دکانهای نو، کاروانسرایهای زیاد ساخته می شدند. نرشخی خبر می دهد که هنوز در عهد طاهریان در بخارا کارگاهی کلان بافندگی وجود داشت و از احتمال دور نیست که در آنجا غلامان نیز کار فرموده می شدند. مال این کارخانه به شهرهای مرکزی خلافت عرب و به دورترین شهرهای شرق نزدیک به فروش می رفت. در حدود شهرستان پیشتره سرمایه‌داران حوله‌های با حشمت بنا کرده بسیار بناهای نو ساخته شدند که در آنها وزارت‌ها جایگیر بودند. در میانه‌های عصر نو بخارا خیلی وسیع شده سالهای 849 850 اطراف آن را با دیوار نو احاطه کردند که 11 دروازه داشت. به مرکز حیات سیاسی دولت سامانیان تبدیل یافتن ریگستان بخارا، در شمال شهر بنا شدن قصر امیر و بناهای سرشمار دیوانها نمود شهر را دیگرگون کرده بود. در مرکز شهر گرد آمدن حیات اقتصادی مساعدت نمود که بخارا به شهر عصری میانه مبدل شود. در شهر محل‌های مخصوص کاسبان پیدا شدند که در این جایها هم مال استحصال می‌گردید و هم در همان جا به فروش می‌رفت. به همین سبب در عصر 10 تمامی مرکز بخارا به یک بازار کلان مبدل شده بود و نمود شهر هم خیلی دیگرگون گردید. سازمان انعامات فیودالی و زمینداری شرطی. در این عصرها صاحب اساسی آب و زمین دولت و زمینداران کلان بودند. وابسته به همین زمین به زمینهای دولتی، فیودالی، ملکی و وقف تقسیم می شد. در عهد سامانیان زمینداری شرطی نیز وجود داشت که بر عوض خدمت انعام می یافت که با نام اقطاع در منابع تاریخی ذکر شده است. در نتیجه تحقیقات تاریخی و نومیزماتی 18 انعام کشف گردید که برای خدمت داده شده است. در ضمن باباجان غفوروف می نویسد که یگان انعام به نظر نرسید که به خدمتچی یا خود سرباز قطاری داده شده باشد. اما مشخص است که در عصر نو انعام‌های خیلی زیاد و پرارزش دهه‌ها، شهرها، ولایت‌های تام فقط به نمایندگان خاندان سامانی داده می‌شد. انعامات عصرهای 9-10 به انعام گیرنده حقوق میداد که به تمام درآمد ملک انعام شده و یا به یک قسم آن درآمد صاحب شود، ولی انعام یک عمری و میراثی نبود. انعام گیرندگان اکثر صاحب وظیفه بودند یا حکومت ولایت و یا شهر را به عهده داشته در حل مسئله های داخلی ولایت و یا شهر امتیاز داشتند. آنها حقوق داشتند که در سکه ها نام خود را نویسند. این حالت وضعی را به میان آورد که مناسبت حکومت مرکزی با صاحبان ملک های انعام شده مختلف بود. باید ذکر کرد که در حدود دولت سامانیان ولایت های انعام شده اکثر وقت به ملک های مستقل تبدیل می یافتند. مثلا نصر ابن احمد به برادرش اسماعیل حقوق داد که یک بخش از خراج ولایت بخارا را گیرد، اما اسماعیل خواست تمام خراج بخارا را بگیرد که در نتیجه میان برادران اختلاف افتاد. والی این گونه ولایت ها خود را با آن عنوان ها نامی بردند که سرداران آل سامانیان داشتند. در دولت سامانیان آشکارا دو تمایل مخالف هم وجود داشت. از یک طرف نوهای اقطاع
بیشتر میشد و از طرف دیگر حکومت مرکزی با دادن معاش میخواست پیش راهی رواج انعام را بگیرد. خلاص در حیات اجتماعی و اقتصادی دولت سامانیان سازمان انعامات اقطاع موقعی نمایان داشت. حتی ولایت‌های مرکزی و اساسی دولت مثل سمرقند، بخارا، شاش، فرغانه و غیره در دوره‌های گوناگون به این و یا آن نماینده دولت انعام گردیده اکثر وقت به ملک‌های مستقل و سرکش داخلی دولت سامانیان تبدیل می‌یافتند. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 48م. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.